انسان در دین دوستش است. ببینید که با کی دوستی میکنید. و بسیاری از کارهای گناه یا گفتیم همون خرید و هوس‌های دنیوی ما به تاثیر همنشین است. همون همنشینی بده که در اطرافمون هست یا گفتیم دوستی که صالح نیست ما رو به این چیزها میکشاند. برای اینکه شما ترک دنیا کنید حتما بشینید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. به پیامبرش الله و در سیاق پیامبر به تمام مؤمنان میگوید که همراه نفرانی بنشینید که آنها اهل دنیا نیستند، آنها پروردگار را میخواهند، آنها اهل آخرت هستند. شما میخواهید از اهل دنیا نباشید، پس باید از اهل دنیا دور شوید. وقتی که آمیخته شدید به اهل دنیا، خواه و ناخواه یکی از شعله یا گفتیم شراره های آتش آنها به شما هم می افتد، شما رو هم می سوزاند. با یک دعا